کاکای محترم من لنگی خوره کشید سر آدم تاثیر میکنه. آیت الولا او روز 62 دانه راکت در کابل افرید، 62 راکت، 18 نفر کشته و 105 نفر زخمی. شما خواهید دفعه برید نمی شفاخانه ها ببینید. خودت سرت برای من لج کردی، من سر خودت پیشکی لج میکنم. شما باور بکنین عید آمد و شما خبر دارین من در هر عید به شفاخانه ها میرم. نتونستم جرأت کنم در عید در شفاخانه داخل شم. نماینده های خود روان کردم برشان، توفه ها روان کردم، ولی توفه و اون نماینده جای و فرزندش که از دست داده او رو گرفته میتونه. اگر همونجا چادر خود پشت سر پرته کاکای محترم و بگوی که سر خود لچ کردیم چاره مرا بکن، چی جواب برش بتون؟ باز بگوی می فیر انور خان جنگر از اونجا میکنه؟ خدای ناخواسته شما را بدنام بسازم بگوی مردم شمالی کار انجام میده؟ بگویم ایره خانه خان انجام میده و ما مسئولیت نداریم. چی جواب تو بگو برای من؟ از خجالت و شرم رفتن نتانستیم برشان.